پرژین تاپ 10. با درود فراوان خدمت همگی شما دوستان گرامی، امیدوارم که حال تک تکتون خیلی خوب باشه. آقا بریم ببینیم خانم صدف خادم چه کرده. ایشون نخستین بانوی ایرانیه که در مسابقه زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس در فرانسه به مبارزه پرداخت. بانوی مشتن 24 ساله کشورمون در شهر ساحلی رویان فرانسه به مصاف خانم شابین از کشور میزبان رفت و در آخر تونست با پیروزی برابر حریف فرانسوی خود تاریخ ساز بشه. مبارزه خادم با شابین تا حدی برای فرانسوی‌ها مهم بود که حتی وزیر ورزش این کشور نیز به سالن اومده بود و پوسترهای از این مبارزه در سطح شهر رویان دیده میشد. صدف خادم یکی از ترین بوکسورهای زن ایرانیه که بخش زیادی از فعالیت‌های وی در شبکه‌های مجازی دیده میشه و از همین رو بسیار مشهور شده. خانم خادم در شب قبل از مبارزش در صفحه اینستاگرامی خود گفته بود که رویایی که 4 سال با عشق اون خوابیدم و صبحا با عشق اون بیدار شدم داره محقق میشه. امیدوارم نماینده شایسته‌ای برای مردم عزیزم مخصوصا خانواده بوکس باشم. خوبه بدونید که صدف خادم متولد 3 بهمن سال 1373 هست و در حال حاضر 24 سال سن داره. ایشون 173 سانت قد داره و 70 کیلو وزنشه. در مسابقات بوکس به عنوان چپگارد شناخته میشه. از رکوردهای تمرینی وی میتوان به اسکات 120، پرس پای 150 و پرس سینه 70 اشاره کرد. و جالب بدونید که خانم صدف خادم سابقه کاهش وزن تا 40 کیلوگرم رو در کارنامه خودش داره. خانم خادم این شیرزن ایرانی ابتدا حرفه ورزشی خود را از بدنسازی و بادی بیلدینگ شروع کرد و با علاقه‌مندی به بوکس وارد این حرفه خطرناک شد. صدف خادم در حالی که با لباسهایی با طرح سه‌رنگ پرچم ایران در این مسابقه شرکت کرد، بعد از پیروزی از تمام کسانی که ایشون رو حمایت کردند تشکر کرد و این پیروزی رو به تمام اونهایی که پشتشو خالی نکردن تقدیم کرد. من هم از طرف تیم پرژین تاپ 10 به ایشون دستمریزاد و خسته نباشید میگم و امیدواریم که در آینده زود موفقیت‌های بیشتری از خانم خادم در سطح بین‌المللی ببینیم و بشنویم. خب خیلی ممنون از شما دوستان گرامی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم که همیشه سالم، سرزنده و شاد باشید. تا ویدیوهای بعدی، شب و روزتون خوش.